إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برادران و خواهران محترم، دوستای عزیز، امروز در ارتباط با احکام و اعمالی که در روزهایی که بسیار ثواب زیاد داره، در ذوالحجه، خصوصا روز اول عید که روز نحر است، یعنی عید قربان میگیم، اضحیه یا عید اضحی میگیم، بخاطر که بزرگترین عمل در این روز که قربانی کردن است مسلمان ها انجام میتن. ماهای ذوالحجه که است ماه حرمت است، ماه عزت است. حتی الله متعال جنگ کردن در این ماه را، حمله از طرف مسلمان ها و بالای کفار را منع کرده بود. اگر که فعلا در حکمش اختلاف است، در یک چیز اتفاق است که اگر کافر حمله میکند یا دشمن حمله میکند میتونه مسلمان ها دفاع کنه، اما ای که تعرض مسلمان ها بکنه در این اختلاف است. ظاهر آیات همی است که مسلمان ها در این روزها در ماه محرم تا که کافر حمله نکده جنگ نکنند. یعنی در این روزها الله متعال در قرآن بیان میکنه، سوره توبه: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. یقینا شمار ماها عدت الشهور عند الله بنزد الله 12 شهرا، 12 ماه است. ماهای قمری، ماهای اسلامی که 30 و 29 می باشد. منها 4 حرم، از این ماها 4 که است ماه حرمت است، ماه عزت است، ماهی است که مسلمان ها این را بسیار احترام کنند، جنگ نکنند در بین خود. حتی در بین مشرکین یا حرمت و عزت داشت. و این ماها اولش که است ذوالقعده است، با ذوالحجه است، فعلا ما شما هستیم، با محرم است بعد از این که میاد. و یکی هم در بین است که رجب است، ماه رجب. خب در این ماه باز خصوصا در 10 روز ما شما قبلا فهمیدیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان کرد که 10 روز بهترین روزهای دنیاست. حتی از 10 روز آخر رمضان کردم ثوابش بالاتر بود. ما من ایام العمل الصالح، نیست روزهایی که عمل صالح احب الی الله، بسیار محبوب است، دوست داشتنی است با الله، من هذه الایام العشر، از این 10 روز کرده. باز صحابه گفتن قالوا ولا الجهاد فی سبیل الله، جهاد کردن در راه الله از این بین میرسه اعمال جهاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ولا الجهاد فی سبیل الله، جهاد هم نمیرسه.
الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشین، مگر امو مجاهدی که با نفس مالش بیرون میشه پس نمیه، یعنی در راه الله شهید میشه. اینی درجهش بالا. دیگه بسیار در این روزها عبادت ثواب زیاد است. کسایی اگر غفلت کرده در چند روز باید باز تعهد کنند که اعمال خودان زیاد کنند. در عمل صالح در حدیث آمده فاکثروا فیهن من التکبیر و التهلیل و التحمید، زیاد تکبیر بگوین، تحمید بگوین و تهلیل. و گفتیم که باز می تکبیرات مطلقاً از روز اول شروع میشه که الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. هر وقت بگوین، بلند بلند مردا، خانم‌ها ایستا ایستا بگوین. تا در بازارها عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس بیرون می شدن و بلند می گفتن. در منای بلند می گفت که دیگران با امرایشان تکبیرات می گفتن. یعنی در این روزا عظمت الله، توحید الله، توحید الوهیت که الله غیر از تو دیگه کسی را عبادت نمی کنیم و هیچ قانون نظام دیگه را قبول نداریم. و حمد الله، صفات کمال بر الله ثابت کردن، صفات الوهیت ثابت کردن. این روزهای توحید است که کلمات توحید، اعمال توحید و اذکار توحید زیادتر شود و تمام مسلمان ها در زبان خودان، در قلب خودان، در اعمال خودان، در فامیل خودان، در بازارها همه کلمه توحید باشد که یا الله غیر از تو هیچ کسی را عبادت و اطاعت نمی کنیم، هیچ قانون و هیچ فرهنگ و هیچ رواجی را غیر از تو قبول نداریم. وقتی که ما شما یا الله اکبر میگیم، هدفی است که یا الله پس عبادت ما که از جمله ذبح کردن از قربانی، این فقط مختص به تو است، به هیچ کسی نیست. همه بخشای زندگی ما فقط به خاطر تو است یا الله. زیرا ما شما را تا پیامبر ما را الله دستور میده که قل بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. قل بگو ای پیامبر ان صلاتی، یقینا نماز ما، عبادت های بدنی ما، و نسکی و ذبح و قربانی کردن که به خاطر نزدیک شدن به تو میکنم، و یا عبادت مالی ما و محیای، کل زندگی ما، یعنی از این زندگی که ما پیدا میشم عبادت و اطاعت تو را میکنم، و مماتی، تا مرگ ما هم لله، خالص است برای الله است. هر عمل ما که به خاطر الله نباشه قبول نیست، به خاطر قوم و به خاطر قبیله و به خاطر گپا نباشه. برادرات شمایتان پت نکنین کسی را خواه میبره، استاد شوین، صحیح بشینین و حالتان تغییر بتین. چند لحظه اینجا هست قرآن بیان میشه، چشمتان پت نکنین، گناه داره. در نماز جمعه که می باز گناه میکنی، این دیگه بسیار جای تاسف است. زیرا الله در قرآن میگه که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا، وقتی قرآن بیان میشه قصدن گوش بتین، یعنی صحیح با توجه، و انصتوا، چوب شوین لعلکم ترحمون، تا اینکه به بالای شما رحم شود. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، خالص است برای الله. این تو الله رب العالمین که خالق کل جهان، رازق کل جهان، متصرف کل کائنات است. اختیارات مطلق پیش الله است، اختیارات کامل پیش الله. لا شریک له، شریک نداره در ذات خود، در صفات خود، در افعال کارایی را که انجام داده میتونه هیچ کسی کار انجام داده نمیتونه، و نه در الوهیتش و نه در که عبادت مختص به او شود. و بذلک امرت، و میگه به اینا بگو که به این ما مأمور شدیم، امر شدیم که هر عبادت، هر عمل خدا کلش مختص برای الله انجام بده، به دیگه کس نیست. یعنی در روشنی وحی باشد، با اخلاص باشد و با عقیده توحید باشد. و بذلک امرت، ما به این مأمور هستم، امر شدیم. و انا اول المسلمین، و ما جمله اولین کسایی هستم که تابع هستم به حکم الله، به این مأموریتی که به ما دادگیش تابع هستم، فرمان بردار هستم. پس ما شما تا پیامبر در نمازهای خود را میگفت، در بعض وقت در نمازهای خود میگفت که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. باز میگفت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. ما شما بگیم و انا من المسلمین. پیامبر اول المسلمین میگه، ما شما میگیم و انا من المسلمین. ما جمله تابعدار است. و می دعا را یاد کنین، در نمازهایتان هم بخوانید. و سعی کنین که وقتی که قربانی میگیم ما
یا اضحیه میگیم، اولین کار اونجا چی است؟ یک عقیده توحید است که ما ذبح قربانی را فقط به خاطر الله میکنیم و باید فقط به خاطر الله بکنیم، به خاطر مردم نکنیم. مالی اکثر به این خاطر قربانی میکنه که باش مردم ما را صفت کنه قربانی کردن آینه، یا به خاطر از اینکه گوشت بخوریم و گوشت خوردن است و گوشت خوری باشد، یا قوم و مردم ما را صفت کنه که این فلانی قدر قربانی کرده بود، دخانیشان گوشت است. نه، اگه این گپا بود هیچ میشه. الله در قرآن میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. هرگز به الله گوشتش نمیرسه و نه خون قربانی تان نمیرسه، لیکن میرسد ینالو به الله التقوى. تقوی یعنی اخلاصی که شما دارین، عقیده‌ای که شما دارین، باوری که شما دارین که به خاطر الله ذبح میکنین. ولکن یناله التقوى منکم. الله میبینه که شما ذبحتان به نام کی میکنید؟ کسایی که به نام غیر الله ذبح کنه و حرام است. حتی در وقت ذبح بسم الله، به مدد الله، الله اکبر میگی، به نام الله ذبح میکنی. اللهم هذا منی، بعد میگی یا الله این از طرف ما لک بر تو است، فقط بر تو است، و ان اهل بیت و از اهل بیت است، باز کار دکش میکنی، به خاطر الله ذبح میکنی. به می خاطر این عمل بسیار پیش الله ارزش داره. اگر کسی قربانی را پولش بگیره، اگم تا پول توزیع میکنه موسعی نیست، نمیشه. باید حیوان ذبح بکنی و به خاطر الله ذبح بکنی و نام الله را در وقت ذبح بگیری و به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. این کلش عقیده توحید است. الله در قرآن میفرماید ولکل امت جعلنا منسکا، ما برای هر امت گردانیدیم یک مکان عبادت یا ذبح کردن، یعنی حیواناتی را ذبح کنند برای الله نزدیک شوند. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا که نام الله را یاد کنند با آنچه که الله اینا را حیوانات را دادگی است در وقت ذبح، یعنی به خاطر تقرب الله ذبح کنند. کسی به نام غیر الله ذبح میکنه او در جمله شرک میه و حرامه. الله میگه انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اوهل به لغیر الله. کدام حیوانی که به نام غیر الله ذبح، یکم تو به نام پیر صاحب، به نام فلانی صاحب، به نام این قبول بکو یا این نظر فلانی صاحب، او هیچ میشه، او حرام میشه، او ناجایز میشه، او نامشروع میشه. پس در ذبح کردن چی است؟ عقیده توحید باشه. به می خاطر قربانی کردن از جمله شاعر اسلام است. شاعر یعنی علامات دین الله است و کسی که علامات دین الله را تعظیم کنه، تعظیمش که عملی کند، الله میگه که ذلك و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که تعظیم بکند علامات دین الله را، این از تقوای قلب ها است. حتی علما میگه که در یک قوم قریه سرمایه‌دار یا مس هیچ کسی ذبح نمیکنه، علیه اونا قتال شود، که از اونا جنگ کرده شود. چرا این حکم الله را عملی نکردن؟ با وجودی که در حکمش اختلاف از بعضی میگه سنت مؤکد و بعضی واجب، اما اگه هیچ کس نمیکنه مجازات شوند، باید اونا جزا داده شوند. چرا این عبادت بزرگ انجام نداده؟ زیرا دهی توحید الله است. دهی ذبح کردن تنهایی نیست که حیوان ذبح کنی، به خاطر نام الله ذبح میکنی، به خاطر از اینکه به فقیرا و مسکینا صدقه بکنی و به نام الله باشد. دیگه اطاعت از ابراهیم علیه السلام. الله می وفدینا و بذبح عظیم، ما یک ذبیحه بسیار بزرگ عوضش دادیم. الله فرزند اسماعیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام که پیامبر اولوالعزم است، ابو الانبیا، پدر انبیا است، برش حکم کرد که فرزند تا ذبح بکن، اولاد تا ذبح کن. و هم در خوابش آمد، جبرئیل مستقیم هم نامد، اما وقتی که آماده شد الله عوضش یک حیوان داد. این سنت یعنی انبیای گذشته هم است و در عقیده توحید است، دوری از شرک است، رد است به بالای مشرکین. این تو نیست که بعضی دشمنان اسلام بدبختا میگن که در این روز ظلم میشه و حیوانا ذبح میشه، هزاران حیوان، لکها حیوان مسلمان ها میکشن. حالا حیوان برای چی است؟ تو حیوان خودت از حیوان بدتر هستی، این گپا را میزنی. حیوان به این خاطر است که ذبح شود و خورده شود، استفاده شود. او را الله به این خاطر پیدا کرده، به این خاطر پیدا نکرده که مثل بعضی
مشرکین هندو گو پرست و حیوان پرست که اونا عبادت شود، اونا گو عبادت میکنن. الله به می خاطر حیوان پیدا کردگی است که از گوشتش استفاده شود، نه حیوان ها را ذبح میکنن این میکنن دیگه هیچ گپ پیدا نکنن. علی مسلمان ها میخزن این گپ میزنن. شما که در روز هزاران مسلمان میکشه انسان ذبح میکنه، هیچ انسان پیشان ارزش نداره. باز حیوانی که الله بر ذبح پیدا کرده، بر خوردن پیدا کرده، میخیدن سر از اون گپ میزنن. مسلمان ها تو کار میکنن. خوش آمدن که ما یک انتقاد کردیم. باز بعض مسلمان های ضعیف الایمان که هیچ از قرآن از اسلام چیزی را نمیشنه میگه والا این یک سوال شد، این سوال چی جواب بگویم؟ والا دین اسلام زیر سوال را، زیر انتقاد را، زیر اعتراض را. این مسلمان باز ببینی والا در عقیده ما شک پیدا شده، دلم از قربانی نکنم همین حیوانه که چرا بکشم، چرا این را کلام نکنم، چرا برش نان نتم. جاهل بدبخت دین بفهم، اسلام بفهم. کافر چطور باشه تو را با یک کلمه گپ ایمانتا در شک پرتا یا عقیدتا یا اعمالتا. خب مسلمان های ما شما از دین فاصله گرفتگی است که بعضی وقت فاصله ای که علم نداره، در علم نمیشینه، نمیخواهد که دین یاد بگیره، قرآن یاد بگیره. یک کوچک سوال از کافر شد، او را حیران میمانه که چی کار کنه. پس اضحیه چیزی است که ذبح همیشه به نام الله حلال می شود. شتر، گاو، گوسفند و بز به خاطر تقرب به الله در شهر کسی که زندگی می کند بعد از نماز عید می باشد و این تا که تا آخرین روزهای تشریق. روز تشریق از روز دوم شروع میشه، دوم، سوم، چهارم، یعنی تا چهارم عید که آفتاب غروب نکده قربانی میشه. اما افضل و بهتری است که در اول عید بعد از نماز عید باشد، پیش نباشد. دلایلش بسیار زیاد است. الله در قرآن میگه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نماز بخوان فقط به خاطر ربت عبادت کو، وانحر قربانی بکو، ذبح بکو به خاطر الله. و دلایلش اوی آیاتی را که گفتیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. نسک قربانی را میگه. و امی قسم لکل امت جعلنا منسکا. منسک مذبح، ذبح کردن، یک حیوان ذبح شد. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فالهکم اله واحد. معبودتان یکی است، فقط به نام الله ذبح کنید. فله اسلموا، بر ازی تابع شوید. حکمش بعضی علما، اکثریت علما میگن سنت مؤکد است و دلایل زیادی را میگن برای ازی، به خاطر که میگه الله ایرا پیامبر گفت که من اراد ایضحی، کسی که اراده میکنه که ذبح کنه، باز فلا یصفر، نگیرد، فلا یمس، یعنی نگیرد ناخنای خود، موهای خود. و دلایل دیگه هم است که ابوبکر و عمر رضی الله عنهم چند سال قربانی نکردن، میگفتن باش که مردمی را واجب نگوید. اما پیامبر صلی الله علیه و آله در 10 سالی که میبود قربانی میکرد. اشاره به چیزی که سنت مؤکد است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله تاکید میکرد که توانایی داره، بزرگترین عبادت است، بزرگترین عبادت است که انجام شود. مذهب حنفی ما و شما و همی قسم لیس و بسیار مجتهدین، شیخ الاسلام ابن تیمیه، اینا میگن نه واجب است و اینا هم دلایل بسیار زیاده برش میگن. آدم که میبینه دلایل دیگه، خب اگر کسی با اساس دلایل عمل کنه تو نه بعد تحقیق میتونه که به کدامش عمل کنه. یعنی زیاد دلایل که میبینیم در این وقت فقر هم سرمایه دارا هم است دیگه. واجب خوب است که واجب باشه به خاطر که مردم فقیرها از او استفاده کنن و عبادت بزرگ انجام شود و در خانواده خوشحالی داخل شود. زیرا بعضی مسلمانان به سنت ها عمل نمیکنن تا که واجب فرض نگوی، که هر وقت بگوی که اگر نکردی گناهگار میشی، باز میگه خب یعنی ایمان ضعیف شده. سنت ها و یارا میگه خود سنت که از برو مقصد گناهگار نمیشیم، گناهگار خود نمیشیم، نه برو دیگه میمونیش. اگر بگویی که این واجب است، ضروری است، گناهگار میشه ترک کنی، باز او را عملی میکنه و این خیرش بسیار با فقیر و با جامعه و با مسلمان ها زیاد خیر میرسه. در قربانی کردن کدامش ثوابش بالا است؟ آیا یک گوسفند یا یک بز یا این که گاو یا شتر، کدامش؟ بعضی ها میگن که نه، در یک گاو شریک شوی این ثوابش بالاست یا در شتر. این گپ هیچ عالم نگفتگی است، بلکه اصلش چیست؟
در بین مجتهدین اختلاف است. مذهب مالکی میگه که اول گوسفند است، بعد از اون میگه چیز است، شتر و گاو است. به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش همیشه ذبح میکرد کبشین. کبش همون گوسفند قچ یعنی نر باشه، خسی نشده باشه. اقرنین دیگه شاخ داشت، شاخ. املحین ابلق بود یعنی سفید و بعضی جایش سیاه بود، پایایش و نوک دهنش و بعضی اطرافش سیاه بود. میگه این را ذبح میکرد و با دست خود 2 دانه هر سال، یکی از طرف خود، یکی از طرف امتش، از فقرا و اینا کسایی که ندارن. اما صحیح چیز که در افضلیت و بهترش اول شتر است که شریک کسی نباشه، تنها یک مسلمان، یک فامیل، یک خانواده یک دانه شتر ذبح کنه. بعد از او دومش یک دانه گاو است که شریک نباشه بدون شراکت. بعد از او یک گوسفند است و بعد از او یک دانه بز است. چرا؟ زیرا در این باره واقعا دلیل بسیار روشن وجود داره. در نماز جمعه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که در اول ساعت در جمعه داخل شود، اول ساعت، فکأنما میگه و من راح فی الساعه الاولى، کسی که در ساعت اول بیاد، در لحظه اول در نماز جمعه بیاد، فکأنما قرب بدنه، گویا که یک شتر در راه الله ذبح کرده، یعنی یک شتر کامل. زیرا گوشتش هم زیاده، فایدهش هم زیاده است، قیمتش هم بالاست. واقعا یک دانه شتر، شراکت نه، یک دانه، یک خانواده. حالا میگه شتر در افغانستان آمد 1 لک روپا و 80 یا 1.5 لک و اینا. سرمایه دارا باید امیتو کنن. بعض سرمایه دارا از قرار ششته دم یک گوسفندی که یک فقیر قرض میگیره میره ذبح میکنه یا ماموتو میپاله. تو سرمایه الله برات داده، شتر ذبح کن، گوشتش تقسیم کن به فقرا و اینا. دومش میگه کسی که در ساعت دوم میاد در نماز جمعه، فکأنما قرب بقرتن، گویا که یک گاو در راه الله ذبح کرد. حال ما شما را که میگیم وقت بینید، میشینین 12:30 بجه که شد باز میرس اکثریت. وقت بین ثواب نماز جمعه را بگیرین و حتی پیش از وقت آمدن هر قدمش 1 سال عبادت نماز روزه. کوشش کنین جمعه را برای عبادت تخصیص بدین. پیش بین در اینجا قرآن بخوانین، 5 سپاره در یک روز تلاوت کنین، الله اکبر بگین، اذکار بکنین. همین کسایی که بسیار میفهمن اما باز عمل کم میکنن. یعنی سعی کنین یک گاو میگه که ذبح ساعت دوم، کسی که در ساعت یعنی لحظه سومش میاد گویا که یک شات ذبح کردگی است، یعنی با الله صدقه کردگی است، یک گوسفند. بعد از اون تو پایین میشه. این از این فهمیده میشه که گوشت اول شتر است با یک گاو باشه، یک 7 نفر نه. بعد میگه 7 نفر در گاو شریک شوی از گوسفند که بهتر است، نیست. یک دانه گاو. با سرمایه دار است، گاو هم نمیگیره. الله بر تو داده یک دانه گاو بگی. خصوصا که یک بعضی فامیلا چندین برادرم بچه‌اش جدا میشینن، خود یک فامیل هستن مشترک غذا دارن، غذایشون مشترک است. 5-6 فامیل هست اونجا، کل از با یک دانه گوسفند میگیره. حالا شما یک گاو بگیرید، خود اعضای فامیل تان دو شریک بسازین. و سوم گوسفند. گوسفند برای کسی که توانایی از او بالا رو نداره، باز گوسفند، باز یک دانه گوسفند بگیرد و قچ باشد، یعنی خسی نباشه، این بهتر است. شاخدار باشه، او بهتر است. چقدر که چاق باشه، چقدر که صحتمند باشه، مرض یا نداشتم، هر قدر که خوب باشه، بهترین مال باشه، همان قدر ثوابش بالاست. اگر یک کسی تواناییش بسیار نباشه، باز یک دانه گوسفند به کل فامیل که چند بچه‌ای که هستند شریک هستند در یک خانه زندگی میکنن کفایت میکنن. بعد از او یک دانه بز است. البته در شرطش است که در اینا سال عمرشان شتر 5 سال تکمیل کرده باشه، پای به 6 مانده باشه، گاو که 2 سال تکمیل کرده باشه. زیرا پیامبر میفرماید که لا تذبحوا الا مسنه، ذبح نکنید مگر مسنه. مسنه هر حیوانی که دندان شیریش افتیده باشه او را میگه. الا یعصر علیکم، مگر که بس ما سخت شود، فتذبحوا جزاء من الضأن، باز یک گوسفندی که جزاء 6 ماه تکمیل کرده باشه هم می شود. 1 سال گوسفند بهتر است، مگر اگر 6 ماه باشه خوب باشه و میشه. و در بز که است یعنی
چی 1 سال تکمیل شده و شرطش 6 ماه نمیشه. دیگه از اینکه چقدر بهترتر باشه خوبتر باشه، مثلا گاو 3 سال 4 سال بهترتر و خوبتر، اما قدر باز ثوابش بالا می رود. خب این خو در ارتباط به بهتر بودن از اینکه ما کدام نوع حیوان ذبح بکنیم و ثوابش در کجا است، این را بیان کردیم و حکمش هم گفتیم که احکامش چی است. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم گوسفند به این میکرد به خاطر تخفیف به امتش، که امت که از کلگی سرمایه نداره، یعنی امیا گوسفند هم بکنن برشان میشه. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که بسم الله اللهم هذا عني و عن من لم یضحی من امتی، این از طرف ما و از کسایی که از امت ما ذبح نکرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار امت خود دوست داشت. خب این خو قربانی کردن کدام حیوان نمیشه قربانیش، یکی همو که 4 عیب دو باشد، یکی الاورال بین او یک کور باشد که کوریش واضح و روشن باشد، حیوانی که کور باشد، یا ای که مریض باشد که مرضش واضح باشد، یا لنگ باشد، یا بسیار لاغری باشد، بسیار لاغر. اینی ها نمیشه. در مذهب حنفی ما شما میگه اگر گوشش بریده باشد و زیاد سه گوشش نباشه و دم یگام چیزای دیگر هم شرط مانده. خود دیگه چیزایش که از مکروه هست، همین 4 عیبی که در حدیث آمده این نمیشه، اما دیگهش که از به کراهیت میرسه. چقدر که صحتمند باشه، خوب باشه، جور باشه، اما قدر. اگر کدام گوسفندی در ذات خود شاخ نداره او هم میشه. اگر خسی هم باشه اولش خودش است که نر باشد، گوسفند شاخدار باشد، بهترین باشد، بعد از او خسی شده است، بعد از او انثی یعنی مؤنث مذکر هم در ثوابش فرق داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بهترین کار میکرد در اعمال خود، زیرا در قرآن هم میگه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز شما به نیکی نمیرسین تا اینکه انفاق کنین بهترین مالتانه، زیرا چقدر که بهتر باشد و چقدر که دو اخلاص باشه همان قدر ثوابش بالا می باشه. خب در ارتباط با ای که ناخونا و این چیزای خدا نگیرن، این را هم گفتیم کسی که اراده قربانی را داره، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ناخون خدا موهای بدن خدا تا قربانی نکنه نگیره. اگر یک کسی اراده قربانی را سابق نداشت اینمیال شروع کرد، بعضی هست اینمی امروز یا فردا تصمیم میگیره، یا میشه که دیگر چیز خدا بند کنه، یعنی ریش و بروت و موهای بدن و ناخون گرفتن تا روز قربانی بند کنه. تا الحال بعضی اراده نداشت، بعد از این توانایی پیدا میکنه. یکم تا میگه که در قربانی کردن نصاب مال ضرورت است. خب خصوصا باز میگن چی کنیم، نصاب طلا خواهین به 2 لک میرسه. نصاب نقره را 29000 حساب کردن که 29000 افغانی باشه. نصاب شرط نیست، کسی که توانایی داره. زیرا در حدیثی تو میاد مثلا میگه من کان له ساعه ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کسی که توانایی مالی داره، نگفته 30000 4000، همین پیسه قربانی را داره. حتی یک کسی اگر قرض هم میکنه، امام احمد ابن حنبل اینا و توانایی داره که قرض خدا بده، میتونه قرضه بگیره قربانی کنه، بعد از اون قرضی خدا بده، یعنی قربانیش میشه. این تو یک آوازه کرده بعضیا که اگر کسی قرضدار باشه قربانیش نمیشه، نیست قربانیش نشه. قرض نداره، میره قرض میکنه، توانایی داره که قرضه خدا بده، میتونه. حالا یکم تا 1000-2000 دلار در خانه خود نگاه کرده، با 10000 افغانی را هم قرض گرفته، میگه من قرضدار هستم، سرما میشه. میگم تو چه قسم کردی؟ میگه حالا 10000 قرض گرفتیم، 2000 ماندیم که اگه مریضی گپا پیدا نشه، او را به روز مبادا و به روز چیزا ماندیم. این خود فریب دادن است، خود بازی دادن است. 1000 دلار 2000 دلار به مریضی و یاد مانده و 10000 هم قرض کردی، برو قرض بده و قربانی را بکن. بعضیا گودار و مالدار است، 100 تا گوسفند داره و یا یک چند روپه قرض داره، میگه حالا 100 دانه گوسفند داریم، میز خانه جور کردیم، پیسه خانه را ندادیم، این سوی دیام خدا بازی نتن، نیام قربانی بکنن، ذبح بکنن، بهترین عمل است. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. خب این بسیار مختصر احکام اضحیه و قربانی بود که بیان کردیم و احکام ذوالحجه و عمل کردن بود. چیز دیگه که از ما شما در روز عید انشالله که روز 3 شنبه عید اضحی و عید قربان است، روز خوشی ما شما که با عبادت الله آغاز می شود. از صبحش ما شما باید را شروع کنیم و تصمیم بگیریم. دوستان یک کوشش کنین که در نماز وقت بین
خب مسجد ما یک مشکل داره که نمازگزارای ما جای دور میاین، اکثرش و بعضشون کم میشن از اینجا میان. اینا را اگر ما بسیار وقت نماز بخوانیم اونا از نماز محروم میشن. بنان وقت نماز وسعت داره. ما در عید قربان 7:30 بجه خواندیم، 7:15 اعلان کرده بودیم، گفتیم مگری که کسایی بر ما زنگ دیند که در راه هستند. باز اونا از بسیار جای دور آمدن و شروع کردن. راستی هم در این وقت برق هم نیست و می غسل هم میکنه و اعضای فامیل و اینجا خانم ها هم ما براتون گفتم که آمدن خانم ها در نمازی واجب است. تا پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده است که باید بیاید. اگر که بعض علما میگن سنت است، اما دلایل هم است که واجب است. خانم ها را بیارید. اینال خانم که خدا آماده میکنه اولاد خودم چقدر وقت میگیره. ما و شما سختی دهی نکنیم. بنان به خاطر عید قربان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتر میخوان از عید رمضان کرده. ما 7 بجه اعلان میکنیم نماز عید که در 7 بیاین، این 3 بجه 3:10 یعنی حال وقت صبح داخل میشه. 3 بجه که شما بخیزین و 4 5 6 در 3 ساعت میتونین خود را غسل کنین، آماده کنین. شوید نشینین، تقسیم اوقاتتان جور کنین، وقت خواب شوین. وقت که خواب شوین میتونین و دیگه باز دیگه دیدین ناوقت شد در غسل کردن و یک شرط نیست که خود بیخی 100% او پرتو در بدن تاجل کوشش کو به عبادت خدا برسام. بعضی خدا پاک میکنه اما چی میگه ناششتگی یک ساله خودت یک روزی شروع میکنه، نه که پاک دیگه کل خدا از عبادت هم میمانه، دیگه چیزا هم میمانه. دهی بسیار چیز همون سنت عمل شود. پرتین عاجل کوشش کنین به طرف مسجد بین و در راه باز تکبیرات تشریق که ضروری است را بگوین. از روز عرفه صبح شروع میشه. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. یعنی الله اکبر 2 مرتبه بعد از لا اله الا الله یا آمده یا 3 مرتبه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. بعد از فرض هر وقت بگوین این طرف که میین بلند بگوین تا که امام میاد. امام که آمد باز بند میشه. باز اول شین یبدأ رسول الله صلی الله علیه و اولین کاری که میکرد از صلات نماز بود. عیدگاه می بود، بسیار خوب بود. ما اونجا میرفتیم و مثلا در عیدگاه میرفت یا در مصلا ذبح هم اونجا میکرد. و قربانی که میکنین کوشش کنین که همون وقت گوشت بتیم. بعضی می پخته بتیم پخته خامش ثوابش بالا. زیرا همون وقت فقیران ضرورت دارن برش توزیع کو. این که بهتر است که 3 حصه شود. هم در حدیث میاد که پیامبر میگه کلوا بخورین و ادخروا ذخیره کنین و تصدقوا صدقه کنین. یعنی یک حصه برای خود بانین، یک حصه برای خوردنتان. در چند روز یک حصه دیگه هم برای فقیرا و همسایا و اینا داده شد. امی که میمانا در خانه میاد هم در جمله صدقه میاد. بعضی بسیار میماندار زیاد میمانا میاد. یک میاد که در میاد رو درست خلاص میشه کل از. اگر یک کسی کل قربانی را برای خود بخوره و به هیچ کس هم نتا میشه. زیر ذبح به نام الله کرده و یا کلش صدقه کنه هم میشه. این مشکل نداره، اما بهتر است که در حدیث آمده خودتان هم بخورین، ذخیره کنین، به دیگران بدین. یک حدیث این میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم اول منع کرد، گفت که کسی از 2 روز 3 روز زیاد گوشتش نمانه صدقه کنه، زیرا اون سال سختی بود. بعد سال بعدی گفت که کلوا بخورین و دخیل ذخیره هم بکنین. میتونه انسان ذخیره بکنه حتی برای 10 روز خود، برای 20 روز خود. اما دیگه نمازی در عیدگاه که می بود بسیار خوب بود. اونجا فقیرام جمع میشه، مسکینا اینا. بعضیا اینقدر خود میکنه قربانی کنه در خانه خود هیچ جمع خونش میگه نشان نده که مسکینا میدون گمش که برای زیابتیم چطور میشه. این کارو نکنید. بتین یک چیزی که در توان تاند با یک کس پشت خانه میاد دروازه تا میزنه، دروازه رو سرش بند میکنی. و مثلا با کل این قریه این شهر ادم عیدگاه میخواد ذبح میکرد با مردم داده میره و ذبح هم میکرد. بعضی ها میگن که ما همین پیسه قربانی را میخواهیم به یک فقیر پیسه را گفتم پیسه صحیح نیست. شما فکرتان نبود. البته بعضی ها که اینجا می باشد این ما وقت بیان کردم. گفتم بعضی هاست می قیمت میدیم. نام پیسه را قیمت گرفتم. خب قیمت صحیح نیست. خوب از باز سوال کرد، تکرار کرد. اگر که در نماز جمعه در خطبه سوال جواب نمی باشه، خب من این گپ هم بیان کردم
که پیسه دادن نیست، که پیامبر هم ذبح میکرد، حیوان ذبح کنین، حتی گوشت خام دادن ثوابش بالاتر است از اینکه پخته کرده به مردم بدید. دیگه در نماز دوستا کوشش کنین وقتر بین که با ما ضرورت پیدا نشه که مثلا شما فکر کنین که گویا ما شما 6 و 15 کم 7 میخوانیم یا 6 و نیم. 6 و نیم خدا برسان، به 6 و نیم کوشش کنین که حتمی اینجا بین. با میشه در راه اگه مشکل پیدا شود، خانم ها تمام اعضای فامیلتان بیارین هم خوب میشه. زیرا پیامبر میگه چیزی که از اطفال همه را بیارین. کسایی که حتی مریض ماهوار است اونا در بیرون می باشند، در دعای مسلمان ها، در تکبیرات در اینا شرکت میکنن و از وعظ و نصیحت و از بیان قرآن استفاده میکنن. مردایی که آنها هست و خانمای جور است از نماز. ما الحمدلله برای خانم ها اینجا جای داریم، تاکوی است، تقریبا 300-400 خانم جای میشه، جایش بسیار خوب است، هیچ مشکل وجود نداره. انشاءالله مشکلات دیگه هم ما در نظر گرفتیم. دیگه الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه که با در روزای دیگه گناه و یارم نکنیم. انشاءالله دوباره آینده هم گپ میزنیم. حال بعضی کساست که میال گپای ما را میشنوه، آمادگی برای عبادت و اطاعت الله بگیریم، آمادگی به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیریم. خوشی ما باید مطابق قانون اسلام و قرآن باشه، نه اینکه رواج ها است که در روزای دیگه ببینیم میال لباس های پنجابی خریدن یک کار شروع میشه، نامش گناه است. نه، حال لباس صحیح، یک لباسی که بدن تا بپوشاند، لباسی بی که اسلامی باشد، آمادگی بی که گناه نمیکنی. هر نوع گناه کوچک خرد است، بدعت نمیکنیم، گناه نمیکنیم. هر عبادت خود به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. خب با طریقه نماز هم قبلا هم گفتیم وانا که مو چیزی که بهتر است ما امور انجام میدیم که 4 تکبیر هم بگه میشه، 7 در اول 5 در دو، ایسا ثابت تر است و خوبتر است، صح تر است، ما به می عمل میکنیم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم.